سلام سلام کمیسک الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می خواهی ایمانت کامل باشد؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایمان هیچ یکی از شما کامل نمی شود تا این که من در نزد او از فرزندان، والدین و همه مردم محبوب تر باشم. پس شنونده عزیز، با دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان خود را کامل بکنیم تا این که ما پیامبر را از فرزندان خود، از پدر و مادر خود و از همه مردمان بیشتر دوست نداریم، هیچ وقت ایمان ما کامل نخواهد شد. پس ایمان خود را با محبت و دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل بکنیم. شنونده عزیز، مقصد از دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها با زبان نیست، بلکه با پیروی از سنت گوهربار او صلی الله علیه و سلم می باشد و تطبیق کردن آنها در زندگی است و به فرموده هایشان عمل کردن و از آنچه که منع کرده اند باز ایستادن است. هر وقتا که این گونه عمل کنیم، پس ما ثابت کرده ایم که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در واقع دوست می داریم. زیرا اگر انسان کسی را دوست دارد، همیشه اوامر او را اطاعت کرده سعی می کند تا که او را خوشحال کند. پس برادر و خواهر ایمانیم، با پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم، با انجام دادن سنت های او صلی الله علیه و سلم ایمان خود را کامل کنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.